معمولا جیب پشتا از 12 سان شروع میشه تا 15 سان. دلیل 12 سان چیه؟ اونایی که دور و کمرشون 40 42 38 جیب پشتشون از 12 سان شروع میشه. آدمایی که دور کمرشون 50 56 جیب پشتشون از 50 15 سانتی سان. متری؟ جان؟ 50 سانتی متر. بله. این جیب پشت رو بهش میگن دو فیلتو، یا به قول ما میگیم دو مغزی. دو تا بر ببینی. بله. چون که دو تا برگ میذاریم میشه دو مغزی، دو فیلتو. یه دونه بمونه میشه تک فیلتو. معمولا دوتایی بهتره. معمولا اینجور جیبا برای کت و شلواریه. در واقع الان داره جیبش رو درست میکنه. بله، این برای جیب پشتش. آستا رو بهش بس کردم. جیب پشت. الان این جیب پشتشه، باید برگرده. اینو بهش میگن دو فیلتو، چون که دو تا لبه داره.